در دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان با همدستی شرکت مشورتی کانسالتینگی توپ کانسالتینگ بانک تجارتی اروان آزمون برای دریافت دانشجویان با استعداد از روی نمونه‌های آیتی متخصص و بیزنس کیس برگزار شد. Если хотите работать в продвинутой организации, вот эти три вещи минимально хотя бы вы должны уже знать. Что такое MVP, что такое Agile, что такое Scrum подход, что такое проектный подход, что такое диаграмма Ганта, как работать в принципе в проектной команде, как составляется бюджет проекта. آزمون مذکور در 3 دوره برگزار شد. دوره یکم در سطح کافدرهای تخصصی گزارنده می شود. دوره دوم از طرف ریاست علم و انوواسیون دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان گزارنده می شود. دوره سوم از طرف کارمندان شرکت مشورتی توپ کانسالتینگ گزارنده شد. مقصد اساسی برگزار کردن آزمون تیار کردن متخصصان در بازار مهنت رقابت‌پذیر، دریافت دانشجویان با استعداد و از جهت مادی هوسمند گردانیدن آنها می باشد. این начальный этап دیگه برای начальный этап دیگه خیلیش نیست. در آزمون از روی نمونه‌های بیزنس کیس 20 نفر، از روی نمونه‌های آیتی متخصص 18 نفر شرکت ورزیدند. به نظر است که روزهای نزدیک جنبش آزمون با اشتراک راهبر شرکت مشورتی توپ کانسالتینگ میرزا ابراهیم ابراهیموف و شاعر صادق و دیرکتور بانک تجارتی اروان شرکت می‌ورزند. مکافات‌ها برای غالبان برای اشغال جای یکم نوتبوک و انچنین 3 ماه تجربه‌آموزی مزنوق، برای اشغال جای دوم تلفن موبیلی و انچنین 3 ماه تجربه‌آموزی مزنوق و برای اشغال جای سوم 3 ماه تجربه‌آموزی مزنوق پیش بینی گردیده است. گزارش مهرانگیز عبدالحد و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.